Farkhor khelo budi shidagi. Hami ba tashabbus hami rais noyay Farkhor mo avvala kheli nabud. Khud badarajo oli zushdagi Farkhor. Hamma taraf hamma kucho asfalt pushdagi. Asfalt kadan kuchora. Hamma binohora rang bor kadan. Hamma jora toza budi soz khishru kadan. O davul imom rahmat negem ba rais noya. Rais noya mo ju haqiqatan da کار کرد کاری پیش رفت و جناب اولی هم نداریم که و تشبوسی جناب اولی خیلی عبودی شروع شده همه رایون همه سوز همه ناز بیشتر چی تغییره همین فرخور به شهر تبدیل یافته ایستاده است یا نه؟ فرخور به شهر تبدیل یافته و پیش وقت خیلی نبود فرخور بود خیلی خیلی خوش شده همه جا عبودی شده. شما یک عمر در همین فرخور تولد شده، در همین جا به اویا رسیده، در همین جا کار میکنید و ما میدونیم که یکی از روزنامه فروش های معروف ترین نه تنها نویا بلکه جمهوری هستید. هر روز همین کوچه ها را شما پیاده و سواره و با ولاسیپد با امروز با شما توفه کردن ولامپد میگردید. همین روحیه مردم بعد همین آبادکاری ها چگونه است؟ فقط روحیه مردم همه روزیان همه دوونیان همه مینداره همین عبودی همین رایون تاگیو همین گرونی رایون همه عبودی همه رحمت میگن همه دوونیان همه خرسانده. مسئله خوندن گازت چگونه است؟ مسئله که خوندن گازت همه سری وقت میگیرن گازت. چند گازت میبرین؟ از کدام گازت بیشتر؟ گازت‌های SSR، گازت اویلا، تاجیکستان، فرش، پایک، سمک، دنیا همه گازت را میگیرن خلق فرخور. در یک هفته چند گازت میفروشن؟ در یک هفته یک تعداد روزانه 600 700 دونه میفروشن. با زندگی میرسه. زندگی 100% میرسه. زندگی 100% میرسه. مردم بیشتر با کدام گازت ها نیاز و طلب دارند؟ بیشتر با گازت SSR. همین گازت SSR همین روزی پنجشنبه میشود. همین بولدن دکانی ما و پیش دکانی ما را همش میویان. خداشون میان به خیلیش که رواج دورای ما با خونش نمیبرم. این دوره دارم همین خیلی. کابینت با کابینت دکتر رادش مغازین که جایی باشه. همش 100% میگیرن گازتش. سری وقت. این گازت SSR برای آن میگوید که ما نماینده‌های SSR حقیقت همین. نه ما همین حقیقتی حالا همین گازت SSR حقیقتا در گازت خوبه. چند گازت میفروشن SSR؟ SSR 50 60 دونه. همه بیشتر یا کمتر؟ خیلی نرمال نیست. نرمال نیست. سلامت باشید. شما دین. کدام کوچه میبریم؟ ما کوچه‌های نوحیه میبریم. اینا کوچه‌های سینی بهانیسوی ناو میبریم. اینا کوچه‌های سنگک سفر میبریم. کوچه‌های شراوگان نصرالله میبریم. ما آدمایی که پنسیونرن، اما پنسیونرها بیشتر میخونن. بیشتر همین عمر بابای حاجی عمر غفور همون رو میبریم. هر شماره را همین میرن در خونه میگه پوشکین گازتو را بگی بیا میگیرم میبرنش به خونه شد. در یک روز چند کیلومتر میگردید؟ همین سحر تو میگردم افر میگردم من کارم میاد تقریبا 5 20 چند کیلومتر؟ نه 24 کیلومتر میگردم هر روز با ویلی. برای سلامتی نازل ویلی کاری کنی 24 اینا که 24 سال شده من همین سواد کار میکنم. اولی تو حال گریب نشیدم کسل نشیدم سلامتی کار نداشتم. سری گازت SSR با همین کالخوز کمونیسم دههای ارچه. چند تا میبریم؟ ما اکو با ویلیک میرم. چند گازت میتین؟ چند گازت میبرم اونجا میبریم یک 20 تا 30 تا میبریم میگیرم. ای تمام جو میان جای کالخوز لیلی مسکوس که میان میگیرن. چند کیلومتر؟ دانغره میان میگیرن. آدمای درجه که آدمای دانغره دکان روزنامه فروشی ندارن. ای دانغره یک مخلصی گازت SSR ما میوید پیش ما میگه یک التماس میگه شما یک بار در یک گازت بنویسین که همین ما یک دکان روزنامه فروشی داشتیم. همون دکان روزنامه فروشی ما رو برهم دادن. اما بیچاره ای دانغره میوید پیش ما پیش ما یک گازت میگیرم میره. ما همین شماره را بار در گازت SSR نوشونده بودیم. همین ماجرا دیگه همین آدم‌ها هست کلیتوی هست که آخرت که نویای دانغره میان میگیرن گازت.
اقامت کننده همین ناحیه فرخار باباخان و فتحی‌خان نسبت آبادی همین ناحیه سالهای اخیر بهت آبادی خوب شده است. مثال انا ساختمان‌های نوی در نو، اینا مرکزهای سلامتی، اینا بندهای نو شد، اینا همه آشانه‌های بلند، همه یا زیبی همین ناحیه همه یا بهترین چیزا در همینجا ساخته است. آنهایی اصلا همین سال بسیار آبادی شده در همینجا در همین ناحیه. همه کوچه ها را چراغان کردن، راه ها را از نو منفرش کردن. بهترین کارها در همینجا شلوغی سیف افردیم زندگی میکنیم. در اونجا بسیار آبادیان در همینجا شده است. مثلا راه ها را از نو به طرز حشر آباد کردن، راه ها را ساز کردن، سنگ فرش کردن، جاهای کمبودی ها را از نو برقرار کردن. خب شکرانه اول پیش از همه شکرانه استقلالت میکنیم که با شرافت پای قدم جناب یالی محترم پیشوای ملت که یک روز 19 به ناحیه ما به ناحیه فرخار سفر کرده بود، به این نهایت رایون یک بگیم سیمای ایدانه گرفتگی بود. با شرافت او کس و دستگیری بسیار صاحبکاران ناحیه فرخار یک قسمت راههای ناحیه فرخار اسفالت‌پور شدند. خیلی خیلی که شما هم شاهدی میتونید که این مجسمه نوی که در نزد اینا چی شده است مرکز ناحیه، این هم با شرافت استقلالت و شدن مرکز سلامتی تیبی و نام سلامت که از طرف صاحبکاران ناحیه فرخار ساخته شدند. با در ناحیه فرخار همین تشبس‌های هست که یک چند تا راه‌های دیگر مخصوصا راه‌های نزد مسجد کلان با دستگیری صاحبکاران اسفالت‌پور می‌شود. عموما در عموم بگیریم نسبت یک 5 سال پیش ناحیه فرخار خیلی پیشروی در نظر است. شما چند سنگ گذاشتین؟ شما چه سنگ گذاشتین؟ ما که چی سنگ می‌گذاریم؟ ما همین تشویق ترغیب می‌کنیم که همین صاحبکارا دستگیری ممکنن. خیلی همین ان شاءالله با هم نکدو که ما صاحبکار هم نیستیم، به هر حال سعی می‌کنیم در همین آبادانی هیچ هموشه یک گوشه همین رایون یک در قبضه گل میشونیم یا که یک نزدیک کارخانه را پوبل میکنیم، اینمی گل پوش میکنیم. همین هم خیلی موافق امکانات یک سهون است. با ثمرهای نیک میته ان شاءالله. خیلی خلاص که همه در نتیجه سودی کشوری عزیز مهربان.